از گناهت گذشتم این سو گذر، از گناهت گذشتم این سو گذر. وقتی که این سخنها رو ما در یگان جاگر استفاده بریم یا از زبان کسی شنویم، حتما که اصلانشو رحمت الله به خاطر ما میآید. السلام علیکم هواداران عزتمند، تماشاگران همیشگی برنامه‌های جالب شبکه بهارستان. این برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیون بهارستان است منظور شما. و ما در برنامه همین نفری بسیار شوخ طبیعت، نفری که واقعا هم صحبت آرو است و فیلم ها و نمایشنامه‌های تئاتری که مخصوصا همین نفر نقش می‌بازد البته دیدنی و تماشاباب است. با قرصک‌های بلند شیروکچیان این لحظه به صحنه دعوت میکنیم هنرپیشه خلقی تاجیکستان اصلانشاه رحمت اللهیف. مرحبا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر برای دعوت ما رو پذیرفتن. سلامت باشید. خب قضیه با اکو خیلی بد نشینین که من میترسم. بعد از گپ میمونم. فهمیدی نه؟ خب سلامت باشین. تشکر برای شما. بینندگان عزیز، اطمینان دارم که برنامه نوبتی ما به شما پسند میآید و با تماشاگران شبکه بهارستان چیزی گفتنی باشد مرحمت میشنویم. خیلی من خیلی شدم که با شما حاضر هم صحبت میشم، سوال جواب میکنیم، درد دل یکدیگر را میفهمیم، از صحبت یکدیگر بهره میگیریم. چی گفتین؟ آفرین. تشکر برای شما. یک قرصک دیگر برای خودتان. شما در دهه پوشیان ناحیه واسه در اویله رخسارموه و اسکرشاه به دنیا آمدید. بله. از همون دوره ها حرف میزنیم. معلش. چی خاطره دارید از دوره های کودکی؟ دوره های کودکی من عجایب و غرایب گذشته است. انا این شرایطی که از شما دارین در دوره من سوید نبود. در همون پویانی که من به دنیا اومدم یک قشلاقی بود که گویم کوچوش خوکش تو اینجا. کوری دیها. کوری دیها. یعنی با کوری دیها شما کلام شدید. بله. سلامت باشید. خیلی 3 سال این احوال دیدگی من. بله. ما سوال‌های زیاد داریم که از شما می‌خوایم بپرسیم. خب. اما در برابر این اشتراکچیان ایمانی سوال‌های خود را آماده کردند که این لحظه میشنویم. کی سوال دارد با میهمان برنامه ما؟ درباره یگان لحظه خوبی بچگیتون با ما نقل کنید. لحظه خوبی بچگیم یک سگ داشتیم. سفید بود. در تگ یک توت خواب میکرد و در یک روز یک بار دو بار فقط حرف میگفت. بله. زیاد آوازی اون نمیشنیدیم. هممون که هر وقتی که ای خانه میبرامدیم یا خوراک میخوردیم چی میخوردیم یک کاسه‌ای گرفته این سگ به برده ضیافت میدادیم. این خیلی نبود که سگ ما حمایت کنه. ما همون کوچیکه همون سگه تو بوده نشه فقط ما نگاه میکردیم و یک بار سحر حرف میگفت یک بار دیگه بیگه حرف میگفت. یعنی که سحر در اومد انا که نماز شام شد تمام. بله. انا این لحظه یکی از لحظه عجیبش بود. اگر خیلی لحظه چیگیم از اون طرف خانه ما پختزار بود و سمالیوتای کوکروز نمیگفتن و یا بله. بعد دورو میپوشیدن. بله. در همونجا ما رفته در تگ یگان بیت پناه میشیدیم کودکو پناه میشیدیم که همین سمالیوت یکی پیدا میشود و می اومد بسیار پست پرواز میکرد. بعد همون چیش دوروش میپوشید. هر وقت هر خیله دورو میپوشید. یک بار دوروی سرخ بود، یک بار کبود بود، سبز بود، زرد بود. نه. الله وظیفه ما همی عبارت بود کودکای میده که هر وقتی که وای پیدا میشید ما میدویدیم هم بین هم جویکو ده میدویدیم وای بیچاره دوروها را برای چی میپوشیدن؟ برای که کیرم نزند پختزورا. بله بله. اگه ما کودک ده بله. پدر و مادر رو همه در کار ما آزاد سمالیات پریدیست است. یکم قلوخه که میگرفتیم کلوچی که میرسه یا نمیرسه
بعد از اونجا پایانی بد بود میدیدن بعد اونجا خیلی کار داشت چیکو با سرمونم ما میگریختیم در درون همون پختزار پناه میشیدیم این یا چیکو موقتی بعد بازی میکردن سلامت باشید. تشکر برای شما. سوال نوبتی رو میشنویم. مرحمت. از نگاه یک هنرمند میگفتید که شهرت چی است و شهرتمند کیست؟ سوال وزنین. شهرت چی است؟ شهرتمند کی است؟ و شهرتمند کی است؟ بله. روز دیگه من از اینو بسیار چی بیم؟ جزو دیدگی هم از دستی همین شهرت و در تلویزیون مر اومد که تماشا که پگشته هم مطرح میشناسن. یک سپیکتاکلی تلویزیونی موندن. ما جوانای هم تکلیف کردن. اکنون نقش من یکی همون دهقانا بود می. بعد همون صحنه با برآمدیم ما رژیسور گفت سر کردیم. خلاصه سر کردیم داوود تاز شد. خیلی خلاصه در اکران دیدم همین که در تلویزیون بازی کردیم که یک مایکه پوشیدم مایکه تازه پوشیدم میبرم در حقیقت میبرم دو دخترچه همیشه موبری نبتیم نگذارن اوه اینه بینیدی خدا من در صحنه نشناختم علاقه من نشناختم تبسم دارم ایسو میگذارم 3-4 بچه دیگر میگذارد هم چه دانشجویی بودن میگذارن همیتا نگو کرده منه بینی قدرت تلویزیونی رو بین 10 تا فیلم رو بازی کردیم این قدر سپیکتاکل رو بازی کردیم هیچی اینه بین خودم انجام میشناسم اینو یا بین چی خیلی میشناسم تا ایستگاه رفتم همه منه نگو میکنن منم همین رفته و همون شهرتی گفتگی همین مایکه زورمونده چپا پوشیده بود دستم سلام باشید. تشکر. کدام خصلتتون از کودکی تا به امروز به شما باقی مونده؟ خصلت؟ بله. از من؟ بله. نیکی سوال عجیب. در نظر میتوه که همون یکی بودم همونم. من بچه شوخ بودم لیکی خودم جدی میگرفتم. کوشش میکردم که تو بچه جدی تو بام. در زندگی بسیار شوخی بدم بودن خطرناک است نه؟ با امید شوخی و بعد بود جزو هم میدیدیم. بنابراین من در زندگی کوشش میکردم که جدی تر تو بام. لیکن همون شوخی هایی که میگن ذوقی بچگی که چی هست یک این خیل کنم اون خیل کنم گفته تو حاضر بعضی وقت میشد شوخی میکنه. سلام باشید. تشکر برای شما با تلویزیون بهارستان نیز همکاری دارید و در نمایش هجوی چیگیلک اشتراک میکنید. چگونه همکاری رو با شبکه بهارستان شما شروع کردید؟ اصلا گویم من تمام ایجادیاتم با از جوانان سر کرده بودم از خردسالان سر کرده بودم بعدم خیلی چیگیلک و همین صحنه‌چوی پیدا کردن یک بار آمدم خیلی من این کار را که بسیار میکردم برای من عجایب بوده همراهی مایده چاکو بازی کردن. تشکر برای شما. تماشابینان عزیز این لحظه یکی از صحنه‌هایی که استاد بازی کردن در نمایشنامه چیگیلک یک جا تماشا میکنیم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با شبکه بهارستان بمانید. بابا جانی بابا برای چی محتاب استراها کلون است؟ من از کجا دانم جانی بابا؟ بابا جانی بابا برای چی اینقدر آفتاب روشن است؟ من از کجا دانم جانی بابا؟ بابا جانی بابا برای چی خرس سفید در جایهای خنک زندگی میکند؟ من از کجا دانم جانی بابا؟ بابا لبای بابا جانی بابا
برای چه آبی دریا بالا نمیرود و پایان میرود؟ من از کجا دانم جانی بابا؟ بابا لبا مگر سوالهای من به شما خلل میرسونه؟ نه جانی بابا، سوالت دادن گیر. من باید به تمام سوالهای تو جواب دهم تا تو دانا و عاقل به وای رسی. ادامه برنامه در مهمانی تلویزیون بهارستان است. خسته نباشید تماشابینان عزیز. و رسم میشه مهمانی برنامه نوبتی ما هنرپیشه خلقی تاجیکستان اصلانشاه رحمت الله بار دیگر خوش آمدید به تلویزیون بهارستان. خب شما با استودیوی وگیک موسفیلم خلاصه تلویزیون همکاری کردید، همکاری داشتید؟ داشتم. بیاید از همین همکاریاتون بگید. شما چگونه دعوتی بودید در اونجا؟ کدام فیلم ها رو یک جا مثلا شما تهیه کردید، پیشنهادی تماشابی نمودید؟ قسم زیادی همکورسای ما اینا خارجی بودن، نیم مردم سویتی، قسم زیادش خارجی بود. چی رژیسوری ده میخواندن، سناریستی ده میخواندن، اپراتوری ده، ماریا گفتنی رژیسور وای کاری باید دیپلمی میگیرید. انا میبیاید کورسی مویا میبیند، انا خیلی مشتاقی چی من انتخاب میکند که همین فیلم من با اشتراک میکنید یا نه. مثال بله. خیلی من روزگی هم دادم. از کورسی دیگر میبیاید چیلیت، از چیلی وای من میگیرد. میآید الژیر، رژیسوری الژیری. بعد ما شدیم که در وگیک شدیم اکتوری خارجی ده. بله. تمامی همون خارجی رو بازی میکردگی من شدم. از همین سر شد. بعد بیشتر می اومدن از فیلم و از استودیوی گورکی می اومدن در جستجوی جوانان. خیلی در نقشوکوی خوردکک. بله. نه خیلی آهسته بازی میکردیم. بعد همین رژیسوری که مثال در همون وگیک میخوندن علاقه ما هم میدونستن آخه. فرق نداشت که من در تاجیکستانم، ازبکستانم، در گروزیم، در کجایی که نباشم من حساب کنید که اکتوری خودشون. بله. هر وقتی که مثال در اینجا فیلم میگرفتن، مثال در تاجیکستان، همین کوهستانی خودمون، اول من کوفته میافتن که بیو کمک رسون، انا نقشت هست، بغیر این نقش بازی میکردگیت همروی اکتوروی تاجیک جمع کن، با اینا همکاری کنیم. همین خیلی اونا خطی همکاری میکردیم. سلامت باشه. تشکر برای شما. سوال‌های نوبتی رو میشنوید مرحبا. میگفتید که از بحر کی یا چه از هنرتان میگذشتید؟ برای من هنرم همه وقت بود همراه اکو هنر سایقل دادن در کار. همه وقت کار میکردم، هیچ وقت فکر اون نکردم که از بحر چی باشد من گذرم از این هنر. هنرم با من بود، با من میرد. سلامت باشه. تشکر. استاد آیا تا حال با همسن و همسبقانتان رابطه دارید؟ بله، من با دوستی نزدیک دارم، هاشم رحیموف. همراه من خواندگی از 17 سالگی. ما هم کورس بودیم، هم دوست بودیم. با یکدیگر همه وقت مصلحت میدادیم، تا حوزه مصلحت میتیم. بس این سالمون نگاه نکرده. همچون با دیگر همکورسان هم خیلی کدامش که هست در روی زمین صحبت میکنیم. سلامت باشه. تشکر برای شما. از یگان صحنه تئاتری است، از یگان فیلم است، یگان پرچه، یگان نقشتون در خاطرتون است، میتواند پیشنهاد کنید چیزی؟ همین که به نفقه برآمدم البته نویسنده میشوم. کار نویسندگی نقص. اکویا پیکویا می نویسی گنره رمضان میگیرد.
پاویس ماویس بنویسه گنره رومدن میگیرد. انا بعد همسویه تو رو دیده زنی فراد بلیس آمد گفته به نفرت نگاه نمیکنن، برعکس زن استاد سخن کلاسیک زنده تاجیک فراد عسکری آمد گفته به تو با اسرت بینگرند. فهمیدی ها؟ بس نیست؟ بس است. یک فیلمی بسیار دیدنی که شما رو هم معرفی کرد به مردم، این گلیم سحرناک و همین ایده چگونه به فکر شما اومد، چگونه به سر شما اومد؟ مؤلف سناریو کی بود که واقعا هم یک فیلمی دیدنی روی نوار اومد که تمامی هنرمندانی که در همین فیلمی بود نبود نقش بازی کردن به مردم معرفی شدن بعد از همین فیلم؟ بله. از اون شاهزاده رحمت رحمت از جای نازکم گپ زدید. انا که باز به قفا میگردیم. اولین نقش کلانی که من بازیدم در تئاتر لوتی در گلیم کبود از روی اثر تورخان احمدخانوف که خودشان رژیسور بودن. انا در نقش زمان این نقش کلان من بازیدم. به همین سپیکتاکل مهر بستم. بعد در دلم میگفتم که نصیب باشد وقتی که رژیسور شدم من همین پیسه با کینو مبدل میگردونم. در حقیقت همین خیلم شد. وقتی که الکی من باید فیلم میگرفتم همین پیسه به خاطرم اومد. من یکم نقشم همین بود. من باید که یکمین پیسه به سناریو بدل گردونم و همین مثال فیلم کنم. همون اکتورایی که بودن اکثریتشون در سپیکتاکل همراه من بازی میکردن. بنابراین خواهش کردم از رهبریت کیناستودیو که من اگر اجازه همین پیسه را به سناریو بدل میگردونیم. در حقیقت همین خیلم کردم. تورخان احمدخانوف تکلیف کردم. استاد نگفتن. سناریو نوشتیم. این فیلمی بود نبود پیدا شد. موها رو چگونه شما تاب دادید این طرف؟ اینجا این کاری خودروژنیکای گریمیار. بله. خودروژنیکا هستن که مثال ما ابراز می آفریم. اما خودروژنیکا هم مثال گریمیار رو هم میبیننده و یا هم خودروژنیک و یا باید که همین سناریو خوانده چی کرده ابرازی موی در سیمای مو چخیل تغییر دادن نشان دادن. این هنری الکی خودی خودروژنیک گریمیارو است. بله. سلام باشید. من پرویزگر. چی سبب شد که شما همین سخن در فیلم جو کردید؟ از گناهت گذشتم این سو گذر. از کدام گناه گذشتید شما در اونجا؟ ما از کودکی افسانه گوش کردنش نظم دیدم. اینترنت ما هم افسانه کمپیرکو بود. عصرها این گپ بود. بله. لیکن سیرش در چی بود؟ سیرش در آن بود که من خیلی نمیگم. از کدام نقطه نظر این از گناهت گذشتم من مثال تماشا و پیشنهاد میکنم. رفته از روی خاراکتر قهرمان خودم که یکی از آدمای چی بوده هم زود باور بود. بله. اینشا همون از گناه گذاریش هم همین بود. آسونه که اگر از گناه گذشتم این سو گذر سازی ها هیچی نشده. این گناه گذشتم و سو گذر حالیست. این تماشابین نحیس میکرد. بنابراین در دل تماشابین جا شد و بله معرفی شدیم. سلام باشید. تشکر برای شما. تماشابینان عزیز ما اطراف فیلمی بود نبود حرف زدیم. این لحظه پارچه از این فیلم رو یک جا تماشا میکنیم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. با شبکه بهارستان بمانید. اگر مصلحتم رو معقول دونستید تنگه ها رو به من میدید. ما دور از کوزه اصلی نوریخ یا کهنه؟ از کوزه اصلی تماما نوی همین سال ریخت. پس
асал чанд вақт вайрон нашуданаш мумкин? اصلی خوب تا 1 سال نقض ایستادنش ممکن. пас бурди шумо ва бародаратон асалро гирифта назди қози калон равед. гумонам қози калон фарқи асали кӯҳнаю навро медонистагист. وی تمام شیرینی های دنیا را از دیگران بهتر میداند. البته حقت را بگیر. زهری تنه چه بود؟ از چه سبب باشد که هنرمندان حرفه‌ای به مثل شما کم است؟ هر کدوم ما 2% استعداد داریم. 2% هر کدوم ما داریم. همون فویزی که من دارم شما هم داریم. 98% دیگرش مهنت است. استعداد است. اگر فقط امید کنی که مثال همون استعداد هم قطعی برای تماشابین عزیز میمونم این خطاست. 98% مهنت است. سلام باشید. تشکر بهترین تصویر. من از شما خواهش میکنم یک بار بنا از ما بید شما. بله. تلفن دارید در دستتون؟ تلفنتون برورید یک بار بمانید. تصور کنید که این نفر شاگرد شما است. یعنی شما رهبر صنف نفر است در مؤسسه. این نفر با مکتب تلفن آورده است. در وقت درس تلفنش زنگ زد. مثل که در استودیو ما پیشتر تلفنش 100 برابر. شما چگونه سرزنش میکنید؟ چگونه یک تفسیر بدهید که دیگه هم تلفن نبیورد؟ نه به استودیو تلویزیونی بهارستان و نه به مکتب. همینه؟ بله. یعنی چیکار کردن در کار؟ شما همچون استاد، همچون یک نفری که باید تفسیر بدهید به این نفر، باید مثلا سرزنش کنید. بچه جان، همین معنی سری تشیده است. جهانی تشیده است. انمی حوزی وظیفه معنی سری تر اجرا کرده است. نفهمی؟ یا متر درس بتم یا ایتر درس بتا. درسی اینا گرفتی، درسی من قبول کردن نمیتونه. همه خلاص؟ بنابراین وقتی که درس سر میشه و بچه جان یا من انتخاب کن همچون استاد که توی یک رای درسته روا کرده تونم یا این انتخاب کردی این توی همون پاوتین جهانی به سر میتید. وقتی که شما همین نصیحت کردید چند مرتبه اصلاح نمیشود، تکرار شده همین عمل، مرتبه دوم، سوم و چهارم، اکنون باید با کمک بولانی تندتر، تیزتر، مثلا سرزنش، شاید کمک نمیدونم یک هیجان است. چگونه همین حالت اگر زیاد تکرار شدن گرفت چی میشود بعد این ریاکسیون شما؟ ریاکسیون من هم میشه که تو بچه دیگه و عاقبت نداری، توکلت به خدا. تشکر برای شما. خب مرحمت. ما به همین واسطه گفتن هستیم که هر نفر خواننده، هر نفر نوارستی که تلفن موبایلی دارد، استفاده میکند همین تلفن موبایلی رو، البته بودن این چیز بسیار خوب است. برای زنگ زدن به پدر و مادر، با هم سیمفون صحبت کردن در کدام یک موضوع، جستجوی کدام یک کتاب‌های الکترونی، این خوب است البته، پیشروی علم و تکنیک. اما با منفعت استفاده کردن در کار. غلام این شدن در کار نیست. سلامت باشید. یک خرسک برای این شلوکشی برنامه میزنیم. تشکر برای شما. سوال‌های نوبتی رو از جانب شلوکشیان میشنویم. مرحمت. باز کی سوال دارد؟ مرحمت. در کودکی آرزوی کشیدن رو میکردید؟ من در کودکی شما؟ من در کودکی آرزو داشتم که کیهان نورد اولین تاجیک باشم. وقتی که گاگارین پرواز کرد من یاد دارم نو مکتب می رفتم. بعد من به خلاصه اومدم که منم کلان شوم. اولین کیهان نورد تاجیک من باید شوم. بنابراین در تمام نمود ورزش ها کار میکردم، اشتراک میکردم، مشق میکردم. تو با خیال اکتیور شویم این گونه فکر میکردید؟ فکر من تشکر برای شما.
дар чанде аз намоишномаҳои театри шумо хоб нақшҳои бисёр муассир бозид, аз ҷумла гилеми кабудчигоне ки худатон пештар гуфтед, Шоҳ Лир, Роҳзанон ва боз як намоишномаи дигар буд Мардон намемиранд. хулоса намоишномаҳои театрӣ хеле зиёд буд. кадоме аз ҳамин намоишномаҳое ки шумо нақш бозидед ба зиндагии худи шумо бисёр монанд аст? ҳаёти худатонро дар кадом як нақшатон шумо бозӣ кардед? Не накардам. агар мабодо ҳаёти худатонро филм мекардед, шумо номи филма чӣ мемондед? монди аллакай. худат монди ку. ҳаёти ман. ҳаёти шумо. бале, саломат бошед. ҳаёти шумо филми драмавӣ мешавад ё масакавӣ? ҳаёти ман ҳам драмаи худаша дораду, ҳам масакаи худаша дорад. бале. як саҳна аз драма мегӯем, як саҳна аз масака. ду саҳнае ки ба ҳаётатон наздик аст, аз ҳаёти худатон аст. аку драмаш кадом аст? драмаша намегӯм. барои чӣ? ин чизои шахсии инсонае ки ин ба дигаро дахл надорад. хуб, масака қади ҳар як қадами задагӣ як ҳазли худаша дорад. ин гӯям ҳаррӯза кори мо. кори шумоаст. саломат бошед. бале, ташаккур бар шумо. аз кадом рӯзи сахт метарсед ки ба саратон наояд он рӯз? вақте ки бародар ба бародар душман мешавад, вақте ки ба қашоқиҳо мезанӣ. ҳеҷ намехостам ки миллати ман ҳамин рӯзҳоя дигар бинад. мехостам ки миллати ман пеш равад. ҷаҳониён ба хубӣ халқи мана донанд. ҳар кадоми эҳтиром кунанд. барои ин чӣ мегӯянд? ҳамдигарфаҳмии ҳар кадоми мову шумо лозим аст. алал хусус шумо ҷавоно гап дар сари ин меравад ки мо чӣ кори кардем накардем, кардем аку. ана чияша хулосаша шумо дидестем. лекин он тарафаш дар дасти шумост. аз ҳозир шумо бояд фикр кунед ки ояндаи ҳамин ҷумҳурӣ дар дасти шумост. аз шумо вобастагӣ дорад ки чӣ қадар моро дар байни ҷаҳониён иззату эҳтиром кунанд. ман ҳамин ташаккур барои шумо. мо шуморо агар ҳунарпешаи хоб кӯдакону наврасонам бигӯем хато намекунем. ҳамин хел аст. аз ҳамин номам пайдо шудам. барои чӣ? барои он ки дар филмҳое ки муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон бо забони тоҷикӣ тарҷума ва пешниҳоди тамошобин мегардонад, аз ҷумла филмҳои тасвирӣ ки шумо бо забони тоҷикӣ тамошо мекунед тариқи шабакаи Баҳористон, ҳатман дар як нақши асосӣ садои Асланшоҳи Раҳматуллоҳро шумо мешунавед. ва ман фикр мекунам ки аз он филмҳое ки бисёр ҷиддӣ ҳастанд, масалан филмҳои ҳунарие ки шумо дар он ҷо овоз медиҳед, садои шумо ва ҳамон интихоби худи шумо, фикр мекунам ба филмҳои тасвирӣ, филмҳои кӯдакона, яъне таваҷҷӯҳатон зиёдтар аст. бештар. бале, ташаккур барои шумо. барои исботи ҳамин гуфтаҳо порчае аз як филми тасвириро тамошо мекунем. рақси боқао ин чиз ту шӯхӣ мекунӣ ки моғо биханд? мефаҳмед танҳо аспҳо барои рақсидан пойҳои дарозу зебо доранд. ана нигоҳ кун. ба пойҳоят нигоҳ кун. با پایهای نگاهی نمیشود زدیم آخی ҳамаи пойҳои من خسته نمیتوانم. من ما غلبه کردیم. کلاوس، گرتا، میبخشید که من از رقص شما دق موندم. اکنون نبیدارم. بیاید آشتی بشویم، دوست بشویم. این لحظه سوال‌های نوبتی را از جانب این اشتراکچیان میشنویم. تماشابینان عزیز، مرحمت. اولین نقشتان در تئاتر بود یا در سینما؟ چگونه بود؟ کمی معلومات دهید. дар саҳнаи профессионалӣ аввалин аку гӯем аз кино сар шуд. кадом филм буд? инҷа буд филми
چیستیلشیک بله فیلم چیستیلشیک بود. بعد کامندانسکی چاس بود. این فیلم یکیش از فیلم الژیری بود، دویمش کلمبی. بله انا بعد مشقوی ما اصلا چی گویم، ما برای تئاتر ما یا تیار نکرده بودن، برای کینو تیار کرده بودن. برای همین تا سال 75 ما بیشتر همین صحنه‌چوی مثل کینو با اشتراک می‌کردیم. تشکر برای شما. سلامت باشید. سوالای نوبتی رو میشنویم. مرحمت. حالت شده باشد که در وقت نقش‌آفری به جراحت وزنی گرفته باشد. بسیار کسب کینواکتوری همین است که بغیر اونی که نقش می آفری باز یک کسب دیگر است، کاسکادیوری. مثال بسیار وقت می شود که همون حالت مثال یا از اسب غلطیدن یا ماشین چپه کردن یا در موتورسیکل چیشیدن هست که خودمون میکنیم. این حالت ده من ابتدایی همون فیلم زلاتوی زپاس انتوی روسیه نقش خیرالله رو میبوزیدم. راستی روزی نبود که هر یک روزی که به میدانی ثبت میبر اومدم البته یکم جویم علت میگیرید چون که وای فیلم خودش همینه طلب میکرد. هم میونم عیب کردم، هم پایم به پروندن. این حالت ها بسیار شدگی در من. اینجای اسب زدگی در دوره دانشجویی. چرا این فیلم ها رو ما کم از شبکه تلویزیونی میبینیم؟ یا عموما نشون نمیدن یا من نمیبینم یا نمیبینیم عموما؟ اکو وزیر کینوی جوانی بسیار شده است آخر. این همون سعی میده روی در همونجا میبینید. این خیلی کدام هنرهای پس پرده بودتون رو ما نمیدونیم. چنان هنرهای ما نشون داده که هم مشه نشون دادگی برزیاد نشون دادگی هم این خیلی پناهیش دیگر نمونده است. بله سلامت باشید. به شما کدام برنامه ها بسیارتر پسند می آید؟ فرهنگی، سیاسی و فراغتی؟ در کدام حالی که من باشم؟ حاضر سیاسی. بله. یکی متاسفانه برنامه ما فرهنگی فراغتی است. تشکر برای شما. باسکی درباره تاجیک فیلمی آواره‌گردان ها معلومات میدادید؟ آواره‌گردان؟ فیلمی آواره‌گرد قصه‌اش بسیار عجیب و غریب است. رژیسورش یونس یوسفوف در یک گازیته آورد. در همونجا همینقدر لوحه بود. دو آواره‌گرد یک آدم فند و فریب دادن در بیمارخانه، چیوشون خوردن و خلاصه مرد بیچاره عذاب دادن. همین گرفت و آورد گفتم بسیار صحنه خوب میشه، کنی بیایید یک فکر کنیم چخیل از همین فیلم برآورده میتونیم. بعد گرفتیم و که نوشتن اینمون این گپا میگیم، اینمون چی میکنیم، صحنه درست کردیم. اون طرفش خودتون دیدید که چه خیلی فیلم برآمده است. یک جوری بسیار جالب همین فیلم این است که شما گوشت نمیخورید، استخوانیون رو با شادروان و بدو رجب اینا گیری فایده داره، ویتامیناش دهمیه. اینا میدونید سیرش در چی؟ اکو وقتی که نقش میآفری مثال تو باید وریدی همون قهرمان شوی. بله. همین استخوان بگی بخو؟ گیرید شرم ندارید. گوش کن. همین مغزش برای دل بسیار فایده کلان داره، به تیش بخوره. از نقطه نظری خودت تو گم نمیزنی الکی. تو قهرمان آفریدی، جهان داخلی و یا آموختی، خودت میبافی که همونه که همین آدم برای چی آواره‌گرد است، چیا نقص میبیند، چیا بد میبیند، کیا نقص میبیند، کیا بد میبیند. بله. جهانی درونی اینا تیار کردی. دیگر این طرفی که مثال من چی خوردم و او چی گفت و من چی جواب دادم، این خلاصه مناسبت من نسبت به همون
نسبت به او قهرمان است. بله دیگه قهرمان است. یعنی که تو بایی خوردی از دستی توی ما آوارگرد شدیم. بله همین استقان خر برای مینت فایده داره. فهمیدی خلاصه گپا؟ بله همه این گپ خود بعد میفهمم برای چی تماشابین قبول میکند؟ برای که همون حالت دم میدارد، حالت قهرمانی من با میدارد. من همون چیه استفاده بردم مثال به واسطه این خورد و این چی کن مناسبت خود نسبت به همون قهرمانی موسبی مثال نشان میدیم. بله تشکر برای شما. تماشاگران عزیز از همین فیلم هم یک پارچه تماشا میکنیم و برمیگردیم صحبت رو ادامه بدهیم. از همون آب پمیدور بالایش اندک ریزید انا میبینید چه خیلی خوشخوره میشود. نه کم هم جوبر ریزید انا هم جوبر نیکین دانو بودای عجیب بود مشیدای انکل بیز بگو. بله انکل بیز. شما خیلی سراسیمه غذا میخورید. بزرگان ما گفتند که گرسنگی فایده آور بوده است. گفتگی نامعقول کرده است. بسیاری ها از گرسنگی مردن. فهمیده استی؟ بینندگان گرامی این قسمت انجام برنامه ما است و اگر در انجام یگان سوال دیگر باشد در قسمت انجام میشنویم. هست مرحمت شما. آیا یگان فرزند شما همین کسب شما را انتخاب کرده است؟ بله فرزند کلانی هم شهرتشوی رحمت الله شهرتشو میخواست یوریست شود. رفتم اینستیتوت صنعت ده همون فاکولته اکتوری به چکن خون تیاری دیدن گیر زبانت درست شود انا معامله کرده تونی آدم زود قطعی انا همون خودی همون پرکرور با هم در کار میشدم. این باید دونی که چقدر رفتار کنی. همین رو یک سالک خان گفتم اونجا بسیار چیز می آموزیده. کسب اکتیوری نازکی های زیاد دارد. بسیار پیش رای آدم کشوده میتوند. بله بعد رفته سپوریدون چند سال تا اخیره این مردک اکتیور شو نبود. بله اکی کسبی هست که بعد یک قپید کشید دیگر تمام. درونش به در اومدی بر اومده نمیتونی. همین خیلی وارد شد. یعنی هم تفسیر شما بود هم انتخابی خودش. انتخابی خودش بعد شد. بله سلام باشه. تشکر برای شما. من اکشن میخوام از شما بپرسم در فیلم مرگ بیگناه شما همراه فرزندتون همراه شهرتشو نقش بازیدید و در یک صحنه شما رو از کتفتون کشاله کرده به درای مرگ میبرن. بله شما امیگه یک احساس نکردید که در زندگی حقیقی یعنی فرزند شما است که مثلا خودتون تصور کرده شد که فرزندتون همین کار هرچند که در صحنه فیلم هم باشد همین فرزندتون همین عمل انجام داده ایستاده است. یعنی تصور نکردید که همین حالت اگر در زندگی واقعی به شما رخ دهد چگونه قبول میکنید شما این چیزا؟ چگونه قبول کردید همین صحنه را شما؟ من این خیلی من فرق زندگی و فرق ایجادی دو خوب میفهمم. من وارد این دو جهان هستم. من نقض میدونم که صحنه چیست، اکران چیست، زندگی چیست. وقتی که این هنرمند علاقه من همچون رژیسور تکلیف کرده بودم در همین نقش اون وقت این فرزندی و پدری و ایچی کنده میشد در صحنه در میدان. بله این چیز وجود ندارد. و خیلی که پدری من میگو که و یا پهلوان بودن و چی میکردن بعد میگو که بچه‌مه بالای مد دکی برو اومدی اوتت تکلیفت کرده باشه باید زورت برسه بزنیش. اینجا دیگه پدری و پسری نداره. بله چونکه این سپورت است، ورزش است. اینش سینما است. من هیچ وقت در خیالاتم ناومده است که این من پسری خودم قپیده است. من این خیل کرده است درون دلم بکی و من زد پیش پا داد افتون. نه من معلمم این کس غارتگر.
همین خیلی قبول کردی همین شما. خیلی قبول میکنی سلام. تو همون که میکنین شما کو بله. استوب کادر بله. تو همون استوب کادر که شد ده فرزند مای ده بله با صحبت با صحبت دیگر سلامت باشه تشکر аз нигоҳи устод дӯст ки ҳасту ва дӯсти хуб ки шуда метавонад دوست شخصی است که چی در غمت چی در خرسندیت همه وقت همراه توست دوستی نزدیک او شخصی شده میتواند که هم فکری توست кадом сухани падару ё модаратон ҳеҷ гоҳ фаромӯшнашаванда аст از پدرم مثال برای وطن دوستی برای چی میگو که بچم این همه قجاده باشو شاه باش جای من است مردمی منن من خودم در بین اینا آزاد حس میکنم شاه حس میکنم هر کدام من باید همه خیلی وطن دوست باشیم تشکر اطمینان دارم که صحبت ما با این خوانندگان و با اشتراکشون برنامه و با دیگر نفرانی که این لحظه ما رو تماشا نموده ایستادن پسند آمد و بینندگان عزیز اگر شما از برنامه ما چیزی به خود گرفتید پس ما بسیار شاد هستیم یادرس میشیم که مهمان برنامه نوبتی ما بودن هنرپیشه خلقی تاجیکستان اصلانشاه رحمت اللهیف ما با شما خیر خوش نمیکنیم فقط از پای جستجوی قهرمان برنامه نوبتی ما میشویم و روزهای نزدیک باز در افیر بهارستان با شما خواهیم بود